سلام دوستان عزیز، امروز 30 دی ماه 1404 هستش. راجع به مزایایی که دستگاه براوو نسبت به دستگاه‌های ایرانی مدل‌های مختلف داره یه موضوعی رو براتون باز کنیم. توی دستگاهی که براوو طراحی کرده دوستان، تشریف برید جلو. خود قسمت مخزن بالا که مواد داخلش هست، فومکاریش داخل یه محفظه فلزی انجام شده و سیلندر هم به همین ترتیب داخل یک محفظه فلزی فومکاریش انجام شده. این دوتا مخزن از همدیگه کاملا مجزا هستن و به واسطه یک دونه تیوب این دوتا مخزن به همدیگه وصل شدن. این مزیتی که داره نصب و راه اندازیش رو خیلی آسان‌تر میکنه. مزیت دیگه هم که داره قابل اشتعال بودنش رو از بین برده، کثیف شدنش رو از بین برده. نصب و تعویض سیلندر اگه در مواردی پیش بیاد ظرف یک روز قابل برطرف شدن و تعویض شدن است. توی دستگاه‌های خارجی به واسطه تکنولوژی خوبی که دارن سیلندر کاملا از استیل تولید شده و دچار نشتی نمیشن. ولی در دستگاه ایرانی تشریف بیارید، سیلندر از آهن تشکیل شده. سیلندر اصلی که گاز داخلش شریان داره از آهن تولید شده. چون تکنولوژی جوشکاری عالی ندارن، این سیلندرها از آهن تولید شدن و گاز داخل اونه. به مرور زمان همین سیلندرها سردی و گرمی دور خودش باعث میشه که زنگ بزنه و دچار نشتی گاز بشه. به تعویض سیلندر توی سالهای قبل تا قیمت 150 تومان برای مشتری هزینه برداشته. یه نمونه دیگه از دستگاه‌های ایرانی که ببینیم، یه دستگاه 93 هستش توی جنوب کشور کار کرده که کاملا این سیلندر پوسیده و تبدیل به خاک شده. نگاه کنین، آهن خالص کاملا تبدیل به خاک شده، کاملا دچار نشتی شده همونجوری که میبینید. و این سیلندر قابل استفاده نیست، یعنی الان باید 150 تومان هزینه کنه فقط این سیلندر رو عوض کنه و این هزینه سنگین واقعا از خیلی از مشتریان بر نمیاد. کما اینکه 150 تومان هزینه کنه کل دستگاهش شاید مبلغ آنچنان دیگه براش نیارزه. این یکی از بزرگترین مزیت‌های دستگاه‌های خارجی هستش که دیگه سیلندرمون از تمام استیل تولید شده، نه سیلندر فلزی و آهنی که اینجوری زنگ بزنه. یک نمونه از این سیلندر رو ما براتون آوردیم. همونطوری که گفتیم همیشه تمام خطواتمون هم آماده است. این سیلندر کاملا استیله و مشخصه، کاملا استیل تولید شده و سیلندر دستگاهی ایرانی رو میتونید مشاهده کنید. تشریف بیارید. این سیلندر فقط یک استوانه استیل داخلش فشار دادن و جا گذاشتن براش که بستنی با آهن زنگ زده در تماس نباشه. این سیلندر کاملا آهنی هستش و فقط یک درپوش استیل داخلش جاگذاری کردن و اینم خود سیلندر خارجی هستش.